تقصیر خودته اگر لنتت زود تمام میشه، دیسکت لبه‌دار میشه، ترمزت ضعیف میگیره، حتی بعداً تصادف میکنی. چرا؟ چون پیج فراخکار نداری. یه لایک نمیکنی پستای بعدی بهت نشون داده بشه. ببینید میری لنت عوض میکنی، شاگرد مکانیک یا خودتون میاد اینجوری پیستون رو هول میدید عقب که چی؟ لنتای نو جا بره. لنتای نو چون ضخیم تره، پیستون وقتی فشار میده عقب با اهرمی، این محورش که باید اینطوری حرکت کشویی داشته باشه، بیا نزدیکتر، این محور باید اینجوری حرکت کشویی داشته باشه. اگر کج بشه در اثر فشار و خم بشه دیگه حرکت کشویی نداره، فقط یه ور لنت درگیر میشه و سایده میشه، یه ورش سایده نمیشه و میمونه و همینجوری ترمز ضعیف میگیره و مسافت توقف طولانی میشه. شما میتونی یه همچین ابزاری با لنت خراب درست کنی، یه قرار بدی اینجا، حتی میتونی بخری. اینو وقتی ببندی این پیستون رو آروم هول میده عقب، وقتی اینو ببندی پیستون رو آروم هول میده عقب و دیگه فشار به محورش نمیاد این لنت بد سایده بشه و ضعیف بگیره. فراخکار رو فالو داشته باش. اینو بفرست واسه رفقات. کلمه لنت رو برام کامنت کنی، نحوه تعویض لنت بعضی ماشینا رو برات ارسال میکنم تو دایرکتت. لایک هم که مرامته.